مهلت عملی سازی پوره یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی تا رفت نزدیکتر می شود. در رابطه با این استفاده برندگان نیروی برق را نیز ضرور است طلبات قانونگذاری مملکت را در این سمت رعایت نموده استفاده صرفه‌کارانه قوه برق را براه مانند تا اینکه جهت تأمینات اهالی مشکلات موجوده برطرف کرده شود. با این خاطر 2 اپریل سال جاری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را که با مقصد پرزور نمودن جوابگری شخصان واقعی منصبدار و حقوقی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق تهیه گردیدند قبول نمود. در اساس تغییر علاوه‌های وارد شده می‌باید برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. در همین زمینه فیلیال جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلوب نیز تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نموده در این سمت کارهای علاوه‌ای جریان دارند. در عموم از جانب فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق در بگیم شهر کلوب با 200,828 مشتری خدمت رسانی میکند که از این 190 زیاده از 192,000 مشتریان معیشی یعنی اهالی و 6,000 دیگر مشتریان تجارتی و مؤسسات تشکیلات را تشکیل می‌دهد خدمت رسانی می‌نماید. در این دوره سپرگشته برای کم نمودن تلفات نیروی برق از جانب کارمندان شبکه‌های برقی در منطقه کلوب در عموم 604 عدد سندهای جریمه‌ای و حساب برابرکنی ترتیب داده شدند با مبلغ زیاده از 1,180,000 سامان و نسبت پرداخت نمودن مبلغ از حساب سندها ترتیب داده شده کاربری رفته ایستاده است. نسبت کم کردن تلفات نیروی برق از جانب کارمندان کاربری ها نموده و بیرون آوردن حسابکنک‌های برقی از آن جمله توانستیم که در دوره سپری گشته تلفات نیروی برق را به 3.2% یعنی از 36.8% به 36.6% آورده رسانیم. یعنی که در عموم در فیلال 3.2% تلفات کم کرده شد و باز کارها در این سمت ادامه دارند. گروه های کاری در یک جایگی با کارمندان شبکه‌های برقی از طرف مقامات حفظ حقوق ترتیب داده شده در همه شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب سنجش‌ها رفته ایستاده است. با مقصد کم کردن تلفات نیروی برق در همه شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب از جانب مسئولان ساحه پیوسته تدبیرهای ضروری راه‌اندازی و عملی شده ایستاده است. عین زمان در منطقه کلوب گروه‌های کاری تشکیل گردیده در شهر و ناحیه‌ها کارهای سنجشی و فهماندهی را پرزور می‌نمایند با مقصد بازم بهتر نمودن فعالیت نمایندگان شبکه‌های برق و کم کردن تلفات نیروی برق از جانب جمعیت سهامی گشاده تاجیک هیدروالکترومنتاژ در شهر کلوب روند گزارش به حسابکنک‌های برقی بیلینگی ادامه دارد. این زمان در شهر کلوب در اساس لایحه کم نمودن تلفات نیروی برق در ولایت ختنان روند تطبیق لایحه عملی کرده شده است که در بر میگیرد عوض خطهای برقی هوایی فرش شده به عوض خطهای برقی عایق شده نو، یعنی عوض کردن سیمچوک‌ها خطهای ستون‌های آهن و بتونی در خطهای برقی هوایی نصب و وصل حسابکنک‌های برقی اینتلکتوالی و اینچنین جمع‌آوری معلومات‌های مشتریان که با کارداری نظام بیلینگی را در بر می‌گیرد طریق اتوماتیک براه مانده می‌شود. همه این در عموم با پس نمودن یعنی کم نمودن تلفات تکنیکی و تجارتی نیروی برق آورده می‌رساند. عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بری نیروی برق از جانب هر یک مشتری در پیشگیری جنایتکاری، کاهش دادن حالت‌های غیرقانونی، استفاده نیروی برق و رشد اقتصادیات کشور مساعدت نموده اجرای چنین عهده‌داری‌ها رسالت وطن‌دوستی و مسئولیت شهروندی هر ساکن مملکت محسوب می‌یابد. خیرنسا مرادزاده، محمد میرزا، منطقه کلوب، اخبار.